چطوری نماز بخون؟ بگو شاید آخرین نماز من باشه. بله، کسانی که رفتن یکی از نمازها آخرین نمازشون بوده. ممکنه الان نماز جمعه بخونیم، که میدونه که تا نماز عصر زنده بمونیم. چقدر شنیدیم و خیلی از ماها شاید دیدیم جوانانی که در اوج جوانیشون و بهار عمرشون بودن، تازه عقد کردن، نامزدی کردن، تازه عروسی کردن، تازه ممکنه بچهشون به دنیا اومده، در یک چشم هم زدن با یه سببی که خدا مقدر کرده جانشون رو به جان آفرین تسلیم کردند و مردند و رفتن. ما هم میرویم، هر لحظه مرگ در انتظارمون هست و در کمینمونه. اینه که بسیار یاد مرگ و مردن بکنیم. سوال شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ای الناس اکیس، کدوم انسانها عاقل‌ترن، زرنگ‌ترن، باهوش‌ترن؟ فرمودن کسی که بیشتر یاد مرگ و مردن بکند و به نحو احسن خودشو آماده بکنه برای بعد از مرگ. خودمون آماده بکنیم برای قبر تنگ و تاریک، قبری که روزی از روزها پیغمبر علیه السلام بر لب قبری نشسته بودن، قبر رو آماده می‌کردن تا مرده ای رو دفن بکنن. صحابه میگن نگاه کردیم که پیغمبر علیه السلام زار زار دارن گریه میکنن، اشکهای او سرازیر است. بعد از اون سر رو بالا آوردن و فرمودن یا اخوتی لمثل هذا فاعدوا، برادرای من برای یک چنین لحظه و روزی که همه ماها اونجا سرازیر خواهیم شد، برای اون لحد تنگ و تاریک و گور قبر و قبر تنگ و تاریک خودمون آماده بکنیم. و فرمودن ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من. خیلی از منظره ها و صحنه های گوناگون بعد از مرگ، بهشت و دوزخ و فردای قیامت و همه صحنه ها به من پیغمبر علیه السلام خداوند نشون داد. اما وحشتناکترین منظره و صحنه ای که به من نشون داده شد قبر بود. تنگی اون، تاریکی اون، فشار اون، سؤال و جواب منکر و نکیر و تنهایی اون. هیچ احدی انیس و همدمت نیست. دوستانی که تو دنیا ممکن بود اون همه صفا و صمیمیت داشتن باهات، میان خاک روت میریزن، دفنت میکنن، برمیگردن، ممکنه برات گریه بکنن اما همراهت نمیان. تنها کسی که حتی در قبر، در تاریکی و تنهایی قبر و گورت همراهت هست عمل صالحته. عمل صالح که پیغمبر علیه السلام فرمودن وقتی مرده رو دفن میکنید، بعد از اون سؤال و جواب قبر، شخصی میاد وارد قبر میشود با چهره و صورت بسیار زیبا، که خود شخصی که دفن شده میگه تو که هستید با این صورت زیبایت؟ میگه من همون عمل صالحتم. تو آدم مؤمن بودید، در انجام اعمال صالحه میشتابیدید، به سوی گناهان نمیرفتید، اگر هم میرفتید و لغزش داشتید برمیگشتید. من عمل صالحتم، با یک چنین صورت زیبا کنارته، هم نشینته. اما اگر انسان گناهکار، منافق، مجرم و جنایتکار بوده، انسانی میاد با چهره بسیار زشت و کریه و بد و ناپسند، مرده میگه تو که هستید؟ میگه من عمل زشتتم، من گناهاتم. به این شکل خداوند منو در آورده. اینه که یاد مردن بکنیم، بریم به زیارت قبور. جوون من، عزیز من، سری بزنیم به قبرستان، نگاه بکنیم اینا یه روزی زنده بودن. نهایتا من و شما هم به اون گورستان میرویم، بریم تشییع جنازه بکنیم. اونهایی که مریضن، اونهایی که دردمندن، اونهایی که پیرن، جا گرفتن، بریم به ملاقاتشون تا جوونی ما رو گول نزند، هوای نفس ما رو فریب ندهد، دوستان ناباب ما رو نفریبن. برادرها، جوونا، دوستانی که ما رو دعوت به سوی گناه، مواد مخدر، مشروبات، زنا و فحشا بکنن، اینا دشمنترین دشمنانن که پروردگار فرمودن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان بسیار صمیمی، اونایی که بسیار صمیمی هستن، در روز قیامت با هم دشمنن مگر متقیان. در روز قیامت وقتی دوست ناباب دوست خودش رو میبینه میگه تقصیر تو بود، تو بودید که من رو بی نماز کردید، مشروبی کردید، دزد کردید، گناهکار کردید. میگه غلط کردید که با من بیای. اونجا ازت دفاع نمیکنه. دوست مؤمن و متقی است که به دردت میخوره. تو این دنیا دوستان خوبی رو برای خودمون انتخاب بکنیم.